سلام، به قسمت دهم از پادکست سحند ایرامر خوش اومدید. من تو این پادکست البته با همراهی شما به سراغ موضوعات ادبی، سیاسی، تاریخی و اجتماعی میرم و سعی میکنم از زاویه دید جدیدی به موضوعات متنوع این حوزه ها نگاه کنم. در انتخاب این موضوعات هم معمولا به سراغ اونایی میرم که به نحوی با زندگی و دغدغه‌های اجتماعی امروز ما ارتباط دارند. در این قسمت میخوام درباره یه موضوع جذاب و در این حال کمتر شنیده شده صحبت کنم. ایده‌ای که ریشه تو تاریخ داره و همچنان سایه خودش رو بر سیاست امروز جهان حفظ کرده. ایده‌ای که از روزهای نخست استقلال آمریکا در قرن 18 شروع میشه و از اون زمان تا الان بارها و بارها مطرح شده. ایده الحاق کانادا به ایالات متحده آمریکا. ایده الحاق کانادا به ایالات متحده آمریکا از کجا شروع شد؟ آیا آمریکا قبلا هم تلاش کرده که کانادا رو به خودش ملحق کنه؟ آیا ترامپ اولین کسیه که برای تحقق این ایده تلاش کرد؟ اگه پاسخ مثبته، چرا؟ از جنگ‌های خونین قرن 18 گرفته تا اظهارات جنجالی اخیر دونالد ترامپ، این ایده الحاق کانادا به ایالات متحده آمریکا یه خط داستانی پرپیچ و خم و هیجان انگیز داره. پس کمربندهاتون رو تو جاده تاریخ ببندید و با من همراه بشید تا این سفر پرماجرا رو با همدیگه شروع کنیم. So we'll be announcing the tariffs on Canada and Mexico for a number of reasons. Number one is the people that برای شروع ماجرا باید به سالهای 1775 و 1776 برگردیم. درست وسط جنگ‌های استقلال آمریکا. اما پیش از اون بد نیست بدونیم که جنگ‌های استقلال آمریکا به جنگ‌هایی میگن که بین 13 مستعمره آمریکا و بریتانیا بوده. هدف از این جنگ‌ها این بوده که آمریکایی‌ها دنبال کسب استقلال از سلطه بریتانیا بودن. این جنگ با اعتراض‌های مالیاتی و خواسته‌های خودمختاری مستعمرات آغاز شد و پس از درگیری‌های نظامی، مستعمرات در سال 1776 اعلامیه استقلال رو صادر کردند. با حمایت فرانسه، اسپانیا و هلند، نیروهای آمریکایی به رهبری جورج واشنگتن موفق شدند بریتانیا رو شکست بدن. این جنگ با معاهده پاریس در سال 1783 پایان یافت و ایالات متحده آمریکا به عنوان کشوری مستقل به رسمیت شناخته شد. یه توضیح مهم دیگه‌ای که میتونه بهمون در درک این بخش از تاریخ آمریکا کمک کنه اینه که جنگ‌های استقلال آمریکا و جنگ‌های انقلاب آمریکا در واقع یه چیزن و تفاوتی از نظر ماهیت ندارن. منتها اصطلاح جنگ‌های استقلال آمریکا بیشتر رو هدف اصلی جنگ، یعنی جدا شدن مستعمرات از بریتانیا و کسب استقلال تاکید داره. اما اصطلاح جنگ‌های انقلاب آمریکا بیشتر رو جنبه‌های انقلابی و تغییرات بنیادین در نظام حکومتی، ایدئولوژی سیاسی و شکل‌گیری این جمهوری جدید تاکید داره. بنابراین هر دو اصطلاح برای اشاره به جنگی به کار میرن که بین سالهای 1775 تا 1783 میلادی بین مستعمرات آمریکایی و بریتانیا اتفاق افتاده. خب حالا بریم سر داستان خودمون. ایالات متحده تو اون سالا که تازه در حال شکل‌گیریه تلاش میکنه از قدرت بریتانیا در منطقه کم کنه. یکی از مهمترین نقاط استراتژیک اون زمان مستعمرات بریتانیا در شمال بوده، یعنی جایی که امروز به اسم کانادا میشناسیمش. رهبران انقلاب مثل جورج واشنگتن و دیگران باور داشتن که اگر بتونن استان کبک رو از کنترل بریتانیا خارج کنن، نه تنها یه پایگاه مهم رو از دشمن گرفتن، بلکه میتونن این منطقه رو به ائتلاف خودشون اضافه کنن. ژنرال ریچارد مونتگومری و بندیکت آرنولد مسئولیت این مأموریت رو به عهده گرفت. ارتش انقلابی آمریکا تو سرمای سخت زمستون با تدارکات کم و در شرایط خیلی سخت به سوی کبک حرکت کرد. این نبرد که در روزهای پایانی سال 1775 میلادی رخ داد، یکی از لحظات سرنوشت‌ساز جنگ بود. اما کانادایی‌ها با حمایت بریتانیا و استفاده از شرایط جغرافیایی تونستن مقاومت کنن و آمریکایی‌ها رو شکست بدن. شکست آمریکایی‌ها در کبک یه پیام روشن به آمریکایی‌ها داد و اونم این بود که الحاق کانادا به آمریکا به این سادگی‌ها ممکن نیست.
حالا اما این سوال پیش میاد که چرا مردم کانادا از این ایده آمریکایی‌ها استقبال نکردند؟ تو قرن 18 عدم استقبال مردم کانادا از ایده الحاق به آمریکا ریشه در دلایل متعدد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داره. اولین دلیلی که میشه گفت تفاوت‌های فرهنگی، زبانی و مذهبیه. تو اون زمان جمعیت قابل توجهی از کانادا به ویژه در استان کبک از فرانسوی زبان‌هایی تشکیل شده بودند که به مذهب کاتولیک پایبند بودند. در مقابل آمریکایی که پس از انقلاب شکل گرفته بود، عمدتاً انگلیسی زبان و پروتستان بودند. این تفاوت زبانی و مذهبی باعث می‌شد که کانادایی‌ها نگران از دست دادن هویت فرهنگی و مذهبی خودشون باشن. مردم کبک هم به خصوص وقتی احساس می‌کردند که تحت حاکمیت آمریکایی‌ها مذهب کاتولیک و زبان فرانسوی جایگاه خودش را از دست میده، بیشتر نگران می‌شدند و در برابر این ایده آمریکایی‌ها از خودشون مقاومت نشون میدادند. بنابراین الحاق به ایالات متحده به معنای پیروی از سیستم فرهنگی آمریکایی بود که با ارزش‌ها و سنت‌های فرانسوی تباران کانادا همخوانی نداشت. دلیل دوم مقاومت کانادایی‌ها هم این بود که اونها به امپراتوری بریتانیا وفادار بودند. به دنبال وقوع انقلاب آمریکا، خیلی از طرفدارای حکومت بریتانیا معروف به وفاداران امپراتوری به کانادا مهاجرت کردند. این افراد که با آمریکا به دلیل جداییش از بریتانیا مخالف بودند، به شدت نسبت به سلطنت بریتانیا احساس وفاداری داشتند. کانادایی‌های انگلیسی زبان هم که به دلیل حمایت از بریتانیا به این سرزمین مهاجرت کرده بودند، هیچ تمایلی به پیوستن به آمریکایی‌هایی که علیه سلطنت بریتانیا شروع کرده بودند نداشتند. بریتانیا از نظر نظامی و سیاسی حامی اصلی کانادایی‌ها بود و خیلی از مردم نگران بودند که پیوستن به آمریکا اونها را از این حمایت محروم می‌کنه. نگرانی از هرج و مرج سیاسی و بی‌ثباتی هم دلیل بعدی مقاومت کانادایی‌ها بود. برای اینکه بعد از انقلاب آمریکا مستعمرات جدید آمریکا با چالش‌های متعدد سیاسی و اقتصادی مواجه بود و کانادایی‌ها می‌ترسیدند که تحت تاثیر این بی‌ثباتی و این هرج و مرج قرار بگیرند. عامل سوم مقاومت کانادایی‌ها هم مزایای اقتصادی باقی موندن در حوزه امپراتوری بریتانیا بود. کانادا از عضویت در امپراتوری بریتانیا و تجارت با سایر مستعمرات این امپراتوری سود اقتصادی می‌برد. مستعمرات کانادا به بازارهای بریتانیا دسترسی ویژه‌ای داشتند و میتونستن کالاهای خودشون رو بدون هیچ محدودیتی صادر کنند. بنابراین طبیعی بود که کانادایی‌ها نگران باشند که اگر به ایالات متحده ملحق بشن، این دسترسی به بازارهای بریتانیا و حمایت اقتصادی امپراتوری از بین بره. بریتانیا همینطور زیرساخت‌های نظامی و اقتصادی خودش رو برای حمایت از کانادا فراهم کرده بود، به نحوی که کانادایی‌ها به این شرایط مزیت بزرگ می‌گفتند. در اواسط قرن 18 بریتانیا سیاست‌های هوشمندانه‌ای رو برای مدیریت و حفظ وفاداری مردم کانادا به خصوص فرانسوی زبان‌های کبک اجرا کرد. این سیاست‌ها نه فقط باعث کاهش تنش‌های فرهنگی و مذهبی بین جامعه فرانسوی زبان و بریتانیا شد، بلکه در برابر نفوذ انقلابیون آمریکایی، کانادایی‌ها رو به سمت اتحاد با بریتانیا ترغیب کرد. حالا این سیاست‌ها چی بود؟ یکیش قانون کبک بود. قانون کبک چی بود؟ قانون کبک قانونی بود که بریتانیا با تصویب اون حقوق مذهبی و فرهنگی مردم فرانسوی تبار کبک رو به رسمیت شناخت. این قانون اجازه میداد مذهب کاتولیک در کبک حفظ بشه و مردم بتونن کلیساها و نهادهای مذهبی خودشون رو به شکل آزادانه اداره کنن. همینطور نظام حقوق مدنی فرانسه که به سیویل لاو معروفه در کبک به رسمیت شناخته شد، در حالی که بقیه مستعمرات بریتانیا از نظام حقوقی کاملا تبعیت می‌کردند. این کار باعث شد فرانسوی تبارهای کبک احساس کنن بریتانیا به فرهنگ و هویتشون احترام میذاره و دیگه نیازی به پیوستن به انقلابیون آمریکایی ندارن. در مقابل مستعمرات آمریکایی قانون کبک رو تحریک‌آمیز میدونستن، چون فکر می‌کردن بریتانیا با ایجاد امتیاز برای فرانسوی زبان‌ها قدرت اونها رو محدود کرده. عامل چهارمی که کانادایی‌ها رو ترغیب می‌کرد که در برابر ایده الحاق با آمریکا مقاومت کنن، اقتصاد متفاوت کانادا بود. اقتصاد کانادا در قرن 18 عمدتاً بر کشاورزی سنتی و تجارت خز متمرکز بود. این اقتصاد به شدت به ارتباط با بریتانیا و صادرات خز به اروپا وابسته بود. شرکت‌های بزرگی مثل شرکت خلیج هاتسون تحت کنترل بریتانیا بودند و تجارت خز رو هدایت می‌کردند. طبیعیه که به هیچ وجه کانادایی‌ها دلشون نمی‌خواست این مسیر تجاری قطع بشه.
عامل پنجمی که باعث میشد که کانادایی‌ها در برابر ایده الحاق به آمریکا مقاومت کنند، ساختار سیاسی متفاوت و از نظر کانادایی‌ها نامطلوب توی ایالات متحده بود. آمریکایی بعد از انقلاب سیستم حکومتی جمهوری‌خواه و فدرالی رو ایجاد کرده بود که با ساختار سیاسی تحت سلطنت بریتانیا در کانادا تفاوت‌های زیادی داشت. خیلی از کانادایی‌ها از سیستم سلطنتی بریتانیا که هم حکومت متمرکزی داشت و همین که پایدار و باثبات بود، کاملا راضی بودن و ترجیح میدادن که تحت سلطنت باشن تا در یک سیستم جدید و ناشناخته بخوان مشارکت کنند. عامل ششم مقاومت هم جغرافیا و پراکندگی جمعیت بود. کانادا تو قرن 18 از نظر جغرافیایی پراکنده بود و جمعیتش هم در مقایسه با مستعمرات آمریکا خیلی کمتر بود. پراکندگی جمعیت باعث میشد که تعامل و همبستگی با مستعمرات آمریکا خیلی سخت بشه. مناطق مختلف کانادا هم منافع و اولویت‌های متفاوتی داشتند که باعث میشد اتحاد و تصمیم گیری برای الحاق با آمریکا دشوارتر بشه. عامل هفتم مقاومت هم حضور نظامی بریتانیا و سرکوب مخالفت‌ها بود. در نظر داشته باشیم که نیروهای نظامی بریتانیا حضور خیلی فعالی تو کانادا داشتن و هر جنبشی رو که ممکن بود به سمت اتحاد با آمریکا سوق پیدا کنه در جا سرکوب می‌کردند. بریتانیا با تقویت حضور نظامی خودش یقین پیدا کرده بود که کانادا تحت حاکمیت خودش باقی میمونه و میتونه اجازه نده که ایده‌های انقلابی آمریکا در بین مردم کانادا گسترش پیدا کنه. خب چیزی که تا اینجا شنیدید گزارش مختصری از اولین تلاش آمریکایی‌ها برای تحقق ایده الحاق کانادا به آمریکا بود. براتون توضیح دادم که این تلاش چطور به شکست انجامید و اینکه چه مقاومت‌هایی از سوی کانادایی‌ها اتفاق افتاد و دلیل این مقاومت‌ها چی بود. اسپانسر این قسمت از پادکست سحنده رامر انتشارات سایانه. این نشر به صورت تخصصی روی چاپ دارالمعارف‌های مصور به ویژه در حوزه تاریخ ایران کار میکنه. حالا دارالمعارف مصور چیه؟ دارالمعارف مصور به کتابایی میگن که اطلاعات جامعی رو در مورد موضوعات مختلف تاریخی، طبیعی، فناوری، هنر و جغرافیا رو با تصاویر، نمودارها و گرافیک جذاب ارائه میدن. این نوع از کتاب‌ها هم به لحاظ بصری جذابن و هم میتونن موضوعات پیچیده رو به شکل ساده‌تری ارائه بدن. نشر سایان نمونه ایرانی و موفقی ناشر دارالمعارف‌های مصوره که اونا رو با کیفیت چاپ عالی ارائه میده. و اگه به صفحه اینستاگرام این نشر به آدرس CYANPUB یا سایان پاپ مراجعه کنید، میتونید دارالمعارف‌های مصور و جذابشون رو مرور کنید. اینجا باید اعتراف کنم که خود من یکی از مشتریهای پروپاقرص این نشر هستم و از اونجایی که میدونم موج مبارکی از علاقه به تاریخ به خصوص تاریخ ایران باستان تو کشورمون راه افتاده، پیشنهاد میکنم به سایت یا صفحه اینستاگرام این نشر که در توضیحات این اپیزود هم آوردم مراجعه کنید و ضمن مرور دارالمعارف‌های مصوری که تا حالا چاپ کردن از آخرین پروژه این نشر که پروژه تاریخ ایران باستانه حتما بازدید کنید. اما حالا میریم سراغ موج دوم تلاش ایالات متحده برای الحاق کانادا به خاک خودش. حدود 30 سال بعد از این شکست، آمریکایی‌ها دوباره نگاهشون متوجه کانادا شد. این بار در جریان جنگ 1812 میلادی، برخی سیاستمدارای آمریکا از جمله جنگ طلبان کنگره معتقد بودند که الحاق کانادا یه فرصت تاریخی برای آمریکاست. اونها که تحولات کانادا رو دنبال می‌کردن، حالا تحلیلشون این بود که کانادایی‌ها از حکومت بریتانیا ناراضی‌اند و الان زمینه برای الحاق کانادا به ایالات متحده کاملا فراهمه. نتیجه این تحلیل این شده بود که خیلی از سیاستمدارای آمریکایی باور داشتن که آمریکا باید به طور طبیعی قلمرو خودش رو در قسمت‌های شمالی گسترش بده. این باور کم کم شکل یک ایدئولوژی رو گرفت و به ایدئولوژی سرنوشت آشکار معروف شد. معنی ایدئولوژی سرنوشت آشکار چیه؟ معنیش همونطور که از اسمش پیداست اینه که کاملا قابل تصور و کاملا بدیهیه که ما در سرنوشت آتی کانادا ببینیم که یه روزی بخواد به خاک ایالات متحده ملحق بشه. تو نگاه آمریکایی کانادا یه هدف کاملا آسونی بود، چون هم جمعیت کمتری داشت و هم نیروهای نظامی بریتانیا تو اونجا متمرکز نبودن. این تصور باعث شد که آمریکا حمله به کانادا رو یه جنگ ساده و سریع بدونه. کانادا با منابع طبیعی فراوون و موقعیت استراتژیک خودش یه هدف وسوسه انگیزی برای آمریکایی‌ها بود.
آمریکایی‌ها معتقد بودند که با الحاق کانادا میتونن کنترل تجاری و سیاسی خودشون رو تو آمریکای شمالی گسترش بدن. در طول این جنگ آمریکایی‌ها به مناطق جنوبی اونتاریو و دره رود سنت لارنس حمله کردند. جنگ 1812 یکی از نقاط عطف تاریخ آمریکای شمالیه که در رقابت‌های اقتصادی و سیاسی بین بریتانیا و آمریکا ریشه داره. تو این جنگ آمریکا تلاش کرد تا از فرصت‌هایی که به وجود اومده برای گسترش قلمرو خودش به سمت شمال استفاده کنه و کانادا رو به خاک خودش ملحق بکنه. البته از دید سیاستمداری اون موقع آمریکا دلایل زیادی برای آغاز این جنگ وجود داشت. در اوایل قرن 19 بریتانیا و فرانسه درگیر جنگ‌های ناپلئونی بودند. این درگیری‌ها تأثیر خیلی مستقیمی رو تجارت جهانی، به ویژه تجارت آمریکا با اروپا داشت. دلیلش هم این بود که بریتانیا برای تضعیف فرانسه قوانینی وضع کرده بود که تجارت آمریکا با فرانسه رو محدود می‌کرد. این محدودیت‌ها باعث می‌شد که کشتی‌های آمریکایی که در حال صادرات یا واردات بودند، تو مسیرهای دریایی توسط نیروهای دریایی بریتانیا توقیف بشه. از طرف دیگه اقتصاد آمریکا تو اون دوره تا حد زیادی به تجارت بین‌المللی و تجارت تو دریا وابسته بود. این محدودیت‌ها باعث خشم تجار و سیاستمدارای آمریکایی میشد که معتقد بودند بریتانیا با این کاراش حق حاکمیت اقتصادی آمریکا رو نقض کرد. آمریکا بارها و بارها تلاش کرد از طریق دیپلماسی محدودیت‌ها رو برطرف کنه، اما عدم همکاری بریتانیا باعث شد که آمریکایی‌ها به فکر استفاده از زور برای تغییر این وضعیت بیفتند. دلیل دیگه نارضایتی آمریکایی‌ها نیروی دریایی بریتانیا بود. نیروی دریایی بریتانیا درگیر جنگ با فرانسه بود و به شدت به ملوان نیاز داشت. اونها با توقیف کشتی‌های آمریکایی ملوانان این کشتی‌ها رو مجبور می‌کردن که به نیروی دریایی بریتانیا اضافه بشن. این سربازگیری اجباری نه تنها موجب خشم عمومی میشد، بلکه حس تحقیر ملی رو در بین آمریکایی‌ها تقویت می‌کرد. آمریکایی‌ها این اقدامات رو به عنوان دخالت مستقیم بریتانیا تو حاکمیت کشور خودشون می‌دیدن و دائم به فکر این بودن که به یه نحوی به این وضعیت پایان بدن. یکی دیگه از ریشه‌های جنگ 1812 حمایت بریتانیا از قبایل بومی آمریکایی بود که تلاش می‌کردند مانع گسترش قلمرو آمریکا در سمت غرب بشن. بریتانیا همینطور به حفظ نفوذ خودش در آمریکای شمالی، به ویژه تو مناطق مرزی کانادا و ایالات متحده علاقه زیادی داشت. حمایت از قبایل بومی در برابر گسترش نفوذ آمریکایی‌ها راهی برای تقویت این نفوذ بود. بنابراین بریتانیا به قبایل بومی اسلحه و تجهیزات نظامی میداد و اونا رو برای مبارزه با شهرک‌نشین‌های آمریکایی تشویق می‌کرد. این موضوع آمریکایی‌ها رو خشمگین کرد و اونها رو به سمت جنگی سوق داد که در نهایت خودش دنبال انضمام یا الحاق کانادا به ایالات متحده آمریکا بود. نتیجه این جنگ که به جنگ 1812 میلادی مشهور شد، چیزی جز شکست دوباره آمریکا نبود. اما این جنگ فقط یک نزاع نظامی نبود، بلکه بازتابی از رقابت‌های سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک بین آمریکا و بریتانیا بود. اهداف آمریکا تو این جنگ چیزی فراتر از رفع محدودیت‌های تجاری یا توقف اقدامات تحقیرآمیز بریتانیا بود. این جنگ در واقع تلاشی برای گسترش قلمرو و تثبیت جایگاه آمریکا به عنوان یک قدرت نوظهور تو آمریکای شمالی بود. اما این هدف با مقاومت سرسختانه بریتانیا و نیروهای کانادایی شکست خورد و جنگ بدون تغییرات عمده در مرزها به پایان رسید. خب اینم نتیجه دومین موج تلاش آمریکایی‌ها برای الحاق کانادا به ایالات متحده آمریکا که همونطور که گفتم این یکی هم به شکست آمریکایی‌ها منجر شد. اما حالا باید از خودمون بپرسیم که چرا تو این موج دوم هم آمریکایی‌ها شکست خورد. شکست آمریکایی تو جنگ‌های 1812 علیه کانادا یکی از نقاط عطف در تاریخ آمریکای شمالیه. این شکست رو نمیشه فقط به ضعف نظامی آمریکایی‌ها نسبت داد، بلکه مجموعی از عوامل جغرافیایی، سیاسی، نظامی و اجتماعی توش دخیلن. یکی از مهمترین دلایل شکست آمریکایی‌ها اتحاد قوی بود که بین نیروهای نظامی بریتانیا و مردم کانادا برقرار بود.
مردم کانادا به خصوص فرانسوی تبارها در کبک و انگلیسی زبانها در اونتاریو ترجیح میدادن تحت حکومت بریتانیا باقی بمونن. اونا بریتانیا رو ضامن امنیت، ثبات و هویت فرهنگی خودشون می‌دونستن. برای مثال فرانسوی زبان‌های کبک می‌ترسیدن که الحاق با آمریکا باعث از دست رفتن زبان فرانسه و مذهب کاتولیکشون بشه. باز همین عامل باعث میشه که اونها در برابر آمریکایی‌ها مقاومت سرسختانه از خودشون نشون بدن. ضعف تدارکات و برنامه‌ریزی ارتش آمریکا، کمبود منابع و سازماندهی ضعیف در مقایسه با ارتش بریتانیا از دلایل عمده شکست آمریکایی‌ها بود. به این عوامل شرایط سخت طبیعی و زمستان‌های سخت کانادا را هم اضافه کنید. یکی از بارزترین نمونه‌های ضعف تدارکاتی آمریکا نبرد کبک تو زمستون سال 1775 بود. نیروهای آمریکایی بدون تجهیزات کافی، بدون آذوقه، بدون لباس مناسب برای سرمای کانادا وارد این کشور شده بودند. گرسنگی، بیماری و سرمای شدید باعث مرگ خیلی از سربازا شد. ارتش آمریکا هم عملاً قبل از رسیدن به هدف توان خودش را از دست داده بود. به جز این نباید فراموش کنیم که نیروهای آمریکایی که از ایالت‌های مختلف بسیج شدند، اغلب به دلیل اختلافات سیاسی و فرهنگی که با همدیگه دارن، دچار یه نوع ناهماهنگی هم شدند. این مسئله باعث ضعف کلی تو عملیات‌های نظامی آمریکایی‌ها شده بود. خب اینایی که گفتیم میشه ضعف‌های آمریکایی‌ها. در مقابل اما بریتانیا اینطور نبودن. بریتانیا اولا از نظر نظامی و استراتژیک خیلی کارآمدتر از ارتش آمریکا عمل می‌کرد. بریتانیا یک شبکه‌ای از پایگاه‌های مستحکم در کانادا داشت که شامل قلعه‌های نیوفاندلند و مونترال میشد. این قلعه‌ها برای دفاع و پشتیبانی به شدت به کار می‌آمدند و این پایگاه‌ها به بریتانیا این امکان رو میدادند که در هر نقطه از مرز به سرعت نیروها و تجهیزات خودشون رو جابجا کنند. به جز این نباید فراموش کرد که بریتانیایی‌ها با بهره‌گیری از تجربه طولانی مدت خودشون در جنگ‌های استعماری، عملیات‌های نظامی خودشون رو با دقت برنامه‌ریزی می‌کردند. این در حالی بود که آمریکایی‌ها عموماً عجولانه، بی‌تجربه و فاقد انسجام لازم بودند. بریتانیایی‌ها به جز این یه نیروی دریایی قدرتمند هم داشتند که میتونست به سرعت نیروهای کمکی و تجهیزات نظامی رو از اروپا به کانادا منتقل کنه. این مزیت باعث میشه که حتی در زمان حملات گسترده آمریکا، کانادا بتونه به خوبی مقاومت کنه. دلیل دیگه‌ای که میشه به عنوان یکی از بزرگترین اشتباهات آمریکایی‌ها تلقیش کرد اینه که آمریکایی‌ها تصور می‌کردند مردم کانادا یه فرش قرمزی رو جلوی پای اونها خواهند انداخت و از حمله آمریکا به کانادا استقبال می‌کنند. سیاستمدارای آمریکایی به خصوص جنگ طلبها تو کنگره معتقد بودند که مردم کانادا از حکومت بریتانیا ناراضی‌اند و به محض ورود نیروهای آمریکایی به اونا ملحق میشن. این تصور اشتباه باعث شد که آمریکایی‌ها بدون آماده‌سازی کافی وارد کانادا بشن. برخلاف انتظار آمریکایی‌ها، مردم کانادا به خصوص در کبک با نیروهای بریتانیایی همکاری کردند و حتی در برخی موارد به عنوان سرباز محلی یا سرباز داوطلب به دفاع از کانادا پرداختند. بنابراین اگر بخوایم این مرحله رو جمع‌بندی کنیم میتونیم بگیم که شکست آمریکا در جنگ‌های 1812 علیه کانادا نتیجه ترکیبی از اتحاد داخلی کانادا، ضعف نظامی آمریکا، شرایط سخت جغرافیایی و استراتژی برتر بریتانیا بود. این شکست نشون داد که گسترش قلمرو به سمت شمال برخلاف تصور آمریکایی‌ها خیلی هم آسون نیست. در عین حال این جنگ به کانادا کمک کرد تا هویت ملی خودش رو در برابر یک تهدید خارجی تقویت کنه و ارتباط نزدیکتری با بریتانیا پیدا کنه. خب حالا تا اینجای این قسمت متوجه شدیم که موج دوم حملات آمریکایی‌ها هم به شکست انجامید و آمریکایی‌ها بار دیگه در تحقق اون ایده یا اون آرزوی خودشون که اون رو یک سرنوشت آشکار هم تلقی می‌کردن شکست خوردن. اما جالبه بدونید که آمریکایی‌ها باز هم دست از تلاش نکشیدن و طمعشون فرو ننشست و باز هم تلاش کردن که یک بار دیگه بخت خودشون رو امتحان کنن. البته این بار نه به شکل مستقیم بلکه به شکل غیر مستقیم و در جریان شورش‌های 1837 که در کانادا شروع شد
و باعث شد که زمینه آماده بشه که آمریکایی یه بار دیگه بخت خودشون رو امتحان کنن. اما حالا ماجرای شورش‌های 1837 چی بود که در این بخش از اپیزود به سراغ این ماجرا میریم تا ببینیم که آیا این بار آمریکایی‌ها میتونن در اون ایده‌ای که دارن به توفیقی برسن یا اینکه نه دوباره شکست خواهند خورد. منظور از شورش‌های 1837 یه مجموعه درگیری‌ها، توطئه‌ها و شورش‌های که بین آمریکا و کانادا و عمدتاً در مناطق مرزی بین دو کشور اتفاق میفته. ماجرام از این قراره که در سال 1830 کانادا که اون زمان هنوز مستعمره بریتانیاست، شاهد نارامی‌های سیاسیه. یه عده از اصلاح طلبای کانادایی که عمدتاً در اونتاریو و کبک مستقرن، خواهان یه حکومت مسئولیت پذیرتر و البته کاهش نفوذ بریتانیان. این شورش‌ها به رهبری افرادی مثل ویلیام مکنزی در اونتاریو و لوی پاپینو آغاز شد، اما با سرکوب شدید بریتانیایی‌ها مواجه میشه. خیلی از شورشی‌ها هم بعد از شکست به ایالات متحده فرار میکنن. در اون دوره تو آمریکا یک گروه از ملیگراها و توسعه طلبایی بودن که معروف بودن به فیلوباسترها. حالا این فیلوباسترها کیان؟ اینها همون افرادی هستن که تحت تاثیر ایدئولوژی سرنوشت آشکار قرار گرفتن. در مورد این ایدئولوژی هم قبلا توضیحات کافی رو دادم. فیلوباسترها شروع کردن به حمایت از شورشیای کانادایی. کدوم شورشی‌ها؟ همون شورشیایی که توضیح دادم که به ادامه سلطه بریتانیا معترض بودند و خواستار یک حاکمیت پاسخگو بودند و اضافه کردم که عمده درگیری‌هایی که این شورش‌ها در اون مشارکت داشتن در مرز بین آمریکا و کانادا بود. حالا از یه طرف ما در کانادا و در نقاط مرزی شاهد شورش افرادی به رهبری ویلیام مکنزی هستیم و از اون طرف این فیلوباسترها رو می‌بینیم که در داخل آمریکان و خیلی هم ملیگران و معتقدن که کل قاره آمریکای شمالی باید تحت حاکمیت آمریکا قرار بگیره. فیلوباسترها برای تحقق ایدهشون چیکار کردن؟ به محض اینکه فهمیدن که این شورش‌ها شکل گرفته، یک گروهی درست کردن به نام انجمن برادری کانادایی. این انجمن عمده فعالیتاش در مرز آمریکا بود و در اونجا با کمک مالی و نظامی که به شورشیای کانادایی می‌کردن، تلاش می‌کردن تا دست به براندازی حکومتی کنن که تحت حمایت بریتانیایی‌ها بود. دولت آمریکا در این موج جدید که اسمشو می‌ذاریم موج سوم تحقق ایده الحاق کانادا به آمریکا، حالا یه تجربه جدیدی هم به دست آورده. نمیدونم، شاید میشه گفت این تجربه‌ای که آمریکا الان داره اونو به کار میبره و در خیلی از موارد و در خیلی از کشورها به شکل غیر مستقیم از ناراضی‌ها حمایت میکنه، شاید میشه گفت که شروعش از همونجا بود، برای اینکه اینجا آمریکایی‌ها تصمیم گرفتن که دولتشون به شکل مستقیم وارد نشه، اما پشت سر، یعنی به شکل غیر مستقیم، از این شورشی‌ها حمایت میکردن. جالبه بدونید که درسته که به شکل مستقیم دولت آمریکا وارد نشد، اما پشت سر اون کسی که مسئول تدارکات و مسئول این حمایت‌های لوجستیک از این شورشی‌های مرزی بین آمریکا و کانادا بود، یک ژنرال آمریکایی بود به نام وینفیلد اسکات که به طور پنهانی به شورشی‌ها اجازه میداد که از خاک آمریکا استفاده کنند، ضمن اینکه تجهیزات لازم رو به اونها میرسوند. علیرغم هوشمندی و زیرکی که آمریکایی‌ها در موج سوم تلاششون به کار گرفتن، اما این بار هم به نتیجه‌ای نرسیدن و شورشیانی که در مرز آمریکا و کانادا داشتن علیه بریتانیا عمل می‌کردن، علیرغمی که آمریکایی‌ها اینقدر بهشون کمک کردن، البته کمک غیر مستقیم، ولی باز هم این تحقق پیدا نکرد و این شورش‌ها به هیچ جایی نرسید و آمریکایی‌ها موندن و بازم اون رویای برباد رفته الحاق کانادا به ایالات متحده آمریکا. خب حالا از قرن 18 و 19 عبور میکنیم و به قرن 20 میرسیم. تو قرن 20 بحث الحاق کانادا به آمریکا که گاهی در قرون گذشته مطرح بود، عملاً به حاشیه رفت. دیگه به عنوان یک گزینه جدی بین سیاستمدارا یا حتی مردم هم مطرح نمیشد و اگر بخوایم ببینیم که چه عواملی باعث شد که دیگه مطرح نشه، میتونیم به این عوامل برسیم. برای نمونه یکی از مهمترین عواملی که باعث شد ایده الحاق کانادا با آمریکا از بین بره، رشد هویت ملی و استقلال داخلی تو کانادا بود. با تصویب قانون آمریکای شمالی بریتانیا در سال 1867، کانادا دیگه یه مستعمره نبود و یک کشور مستقلی بود
که در داخل امپراتوری بریتانیا شناخته شده. این قانون دولت فدرال کانادا رو تشکیل داد و به استان‌های اصلی این کشور یعنی اونتاریو و کبک، نیو برانزویک و نووا اسکوشیا خودمختاری داد که در امور داخلی خودشون مستقل باشن. با گذشت زمان کانادایی‌ها به خصوص فرانسوی زبان‌ها در کبک هویت فرهنگی، زبانی و سیاسی متمایزی پیدا کردند که طبیعیه که حالا دیگه اصلاً نمی‌خواستن که با آمریکا که یه فرهنگ و سیاست کاملاً متفاوتی داشت ادغام بشن. در اوایل قرن 20 تجارت بین کانادا و آمریکا به خصوص تو زمینه مواد اولیه و تولیدات صنعتی رشد بالایی داشت. در اواخر قرن 20 هم قراردادهای تجاری مثل پیمان خودروسازی در دهه 1960 و توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی معروف به نفتا پیوند اقتصادی بین این دو کشور رو تقویت کرد. نقل قولی از فرانکلین روزولت رئیس جمهور آمریکا وجود داره که به خوبی نشون میده که این روابط تا چه حد به هم نزدیکه. روزولت میگه کانادا و آمریکا همدیگر رو به همسایه‌های بی همتا تبدیل کردن. ما با هم رشد میکنیم و بدون نیاز به مرزهای مصنوعی در کنار همدیگه زندگی میکنیم. دامنه نزدیکی آمریکا و کانادا فقط در بخش اقتصادی نبود. دو تا کشور در جنگ جهانی اول و دوم، همینطور در طول جنگ سرد، به عنوان متحدان خیلی نزدیک به هم عمل میکردند. تأسیس نهادهایی مثل فرماندهی دفاع هوایی آمریکای شمالی معروف به نوراد در سال 1975 نشون میده که همکاری نظامی عمیقی بین کانادا و آمریکا برقرار شده. این روابط استراتژیک باعث شد که اصلا دیگه نیازی به الحاق رسمی یا یادآوری این ایده آمریکایی نباشه. با وجود این همکاری نزدیک، کانادایی‌ها همیشه رو استقلال خودشون تاکید داشتن. اونها دوست و همکار آمریکا بودن، اما هرگز نخواستن که هویت و حاکمیت خودشون رو قربانی این روابط کنن. خیلی از کانادایی‌ها به خصوص اونها که در کبک و مناطق شرقی زندگی میکنن، خودشون رو بخشی از سنت‌های بریتانیایی میدونن و نمیخوان این هویت رو با فرهنگ جمهوری‌خواهانه و فردگرای آمریکایی جابجا کنن. کانادا برخلاف آمریکایی پادشاهی مشروطه باقی مونده و تحت حاکمیت ملکی بریتانیاست. این تفاوت در ساختار حکومتی هم یکی دیگه از دلایلیه که باعث میشه الحاق با آمریکا جذابیتی برای کانادایی‌ها نداشته باشه. تو سال 1920 یه سیاستمدار آمریکایی پیشنهاد کرده بود که آمریکا میتونه کانادا رو به عنوان هدیه تولد از بریتانیا بخره. این ایده تو مطبوعات کانادا با تمسخر مواجه شد. یکی از روزنامه‌نگارای کانادایی نوشت: ما برای فروش نیستیم، اما اگر هم بودیم، قیمت ما چیزیه که آمریکایی‌ها نمیتونن بپردازن. اغراق نیست اگر بگیم این نگاه همچنان هم در کانادا وجود داره و علیرغم نزدیکی که بین دو کشور وجود داره، اما کسی حاضر نیست به اون شکلی که آمریکایی‌ها میخوان خودش رو جزئی از هویت یا سرزمین ایالات متحده بدونه. بنابراین اگرچه ایده الحاق رسمی کنار گذاشته شد، اما مردم دو کشور همیشه روابط نزدیکی با هم دیگه داشتن. خیلی از خانواده‌ها در مرزهای کانادا و آمریکا زندگی میکنن و عملاً بخشی از هر دو کشورن. با این حال این نقل قول مشهور همیشه در کانادا ورد سخن بوده که همونطور که یکی از سیاستمدارای کانادایی گفته، ما نیازی به یکی شدن با آمریکا نداریم. ما متحدیم اما متفاوت و این چیزیه که ما رو قوی‌تر میکنه. حالا میرسیم به دوران معاصر و اظهارات جنجالی دونالد ترامپ که برای بار دوم رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا شده. ترامپ در دیداری که با جاستین ترودو نخست وزیر کانادا داشت، برای اولین بار به شکل طنزآمیزی گفت کانادا میتونه 51مین ایالت آمریکا باشه. اما آیا این فقط یه شوخی بود؟ بعضیا معتقدن که ترامپ با این حرفش به دنبال ارسال یه پیام سیاسی به کانادا و البته جهان بود. واکنش ترودو و مقامات کانادایی هم به این اظهارات خیلی جالب بود. ترودو با لحنی طنزآمیز گفتش که کانادا همچنان ترجیح میده که مستقل بمونه. طرح ایده الحاق کانادا توسط ترامپ حتی اگه به ظاهر شوخی بوده باشه، به دلایل متعددی توجه رسانه‌ها و تحلیلگرا رو جلب خودش کرده. این موضوع نه تنها یه بازتابی از رویکرد شخصی و مدیریتی ترامپه، بلکه در بستر تاریخی تلاش‌های آمریکا برای گسترش نفوذ خودش قابل تحلیله. ولی درک بهتر این موضوع باید هم انگیزه‌های احتمالی ترامپ و هم تفاوت‌های این رویکرد با سیاست‌های رهبران پیشین آمریکا بررسی بشه. اول میریم سراغ انگیزه‌های اقتصادی ترامپ. خب میدونیم که ترامپ بیش از هر چیزی یه تاجره و تو دوران ریاست جمهوری خودش هم بارها نشون داده که سیاست رو از زاویه اقتصاد می‌بینه. ترامپ تو همون اوایل کارزار انتخاباتیش به شدت از توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی یا نفتا انتقاد کرد و اون رو بدترین معامله تاریخ دونست. نفتا که در سال 1994 بین آمریکا، کانادا و مکزیک اجرایی شد، هدفش کاهش تعرفه‌ها
و آسون کردن تجارت آزاد بین این کشورها بود. ترامپ معتقده که کانادا و مکزیک از این توافقنامه بهره بیشتری نسبت به آمریکا بردن. این انتقاد به ویژه به دلیل تراز تجاری مثبت کانادا در برخی صنایع مثل لبنیات و چوب بود. ترامپ در حقیقت خواهان اینه که نفتا رو با یک توافق جدیدی به اسم USMCA جایگزین کنه. ترامپ در دوره اول ریاست جمهوریش یک قدم‌هایی رو برای تغییر قوانین نفتا برداشت که همین قدم‌هایی که برداشت باعث شد که تغییراتی در سهمیه بندی محصولات کشاورزی اتفاق بیفته. به نحوی که کانادا مجبور شد بعضی از محدودیت‌ها بر واردات محصولات لبنی آمریکایی رو کاهش بده. به جز این، تغییرات جدیدی که ترامپ اعمال کرد باعث شد که دسترسی آمریکا به بعضی از بازارهای حساس کانادا از جمله لبنیات افزایش پیدا کنه. اما این پایان کار نبود و الان ترامپ اصرار داره که بندهای جدیدی هم به این توافق جایگزین اضافه بشه. خب میدونیم که کانادا از لحاظ منابع طبیعی کشور بسیار بسیار غنیه. ذخایر نفت و گاز کانادا به خصوص در استان آلبرتا و جنگل‌های وسیعی که این کشور داره میتونه انگیزه‌های دیگه‌ای ترامپ باشه که بعضی موقع به شکل نمادین به این منابع غنی اشاره میکنه. مسئله دیگه اینه که ترامپ به خصوص به مازاد تجاری کانادا در بعضی از حوزه‌ها مثل محصولات کشاورزی، الوار و انرژی انتقاد جدی داره. او معتقده که کانادا در این توافقنامه‌ها از معافیت و امتیازاتی بهره میبره که به زیان تولید کننده و کشاورزهای آمریکایی و نفعش فقط به کانادا و مکزیک داره میرسه. حالا به الوار اشاره کردم، بد نیست بدونید که یکی از موضوعات قدیمی تو روابط اقتصادی آمریکا و کانادا اختلاف بر سر صنعت الوار نرمه. ترامپ مدعیه که کانادا یارانه‌هایی به این صنعت میده و همین مسئله باعث رقابت ناعادلانه با تولید کننده‌های آمریکایی شده. آمریکا تو زمان ترامپ بارها و بارها تعرفه‌های متعددی رو بر واردات الوار نرم کانادا وضع کرده تا به نحوی مخالفت خودش رو با ادامه این توافق نشون بده. مسئله دیگه اختلاف تو حوزه انرژی، یعنی نفت و گاز. کانادا یکی از بزرگترین صادرکننده‌های انرژی به آمریکاست. ترامپ همیشه نگران این بوده که این وابستگی به منابع انرژی کانادا آمریکا رو در موضع ضعف قرار بده. با وجود این نگرانی، همیشه از پروژه مشترکی مثل خط لوله کیستون حمایت کرده. دلیل حمایت آمریکا از پروژه مشترک خط لوله هم این بوده تا به نحوی وابستگی آمریکا به منابع خاورمیانه کم بشه. با این وجود اما ترامپ همچنان نگران اون وابستگی هست که قبلا هم بهش بارها و بارها اشاره کرده و گفته که نمیخواد که این وابستگی به منابع انرژی کانادا آمریکا رو در یک موضع ضعف قرار بده. دامنه حساسیت‌ها و نگرانی‌ها به همینا ختم نمیشه. ترامپ در جریان صحبتاش درباره روابط تجاری بین آمریکا و کانادا بارها و بارها به واردات خودروهای کانادایی اشاره کرده. اون معتقده که این تجارت ناعادلانه به ضرر تولید کننده آمریکاییه. کانادا به خصوص در ایالت اونتاریو و کبک یکی از مراکز بزرگ تولید خودرو در جهانه و خیلی از شرکت‌های بزرگ خودروسازی از جمله جنرال موتورز، فورد و تویوتا کارخانه‌های تولیدی مهمی تو کانادا دارن. خودروی این کارخانه‌ها عمدتاً برای بازارهای آمریکا تولید میشن و تعرفه پایین بین دو کشور در چارچوب توافقنامه نفتا که بعداً تبدیل شد به توافق USMCA باعث شده که کانادا مقصد مهم تجاری کارخانه‌های تولید خودرو باشه. با این اوصاف بدیهیه که کانادا در زمینه صادرات خودرو به آمریکا مازاد تجاری داشته باشه، یعنی ارزش خودروهای صادر شده از کانادا به آمریکا بیشتر از خودروهای وارد شده از آمریکا به کانادا باشه. این مسئله یکی از محورهای اصلی انتقاد ترامپه و به همین دلیلی که اون رو یک تجارت ناعادلانه میدونه. ترامپ به طور خاص اشاره کرده که تعرفه‌های پایین به نفع تولید کننده‌های کانادایی عمل کرده و صنعت خودروی آمریکا رو تضعیف کرده. ترامپ معتقده که الحاق کانادا با آمریکا میتونه این مشکل رو به طور بنیادین حل کنه، چون دیگه نیازی به اعمال توافقنامه‌های تجاری بین دو کشور نیست. ترامپ تاکید داره که مازاد تجاری کانادا در صادرات خودرو به آمریکا نشانه ضعف سیاست‌های تجاری ایالات متحده آمریکاست. برای دونالد ترامپ کاهش کسری تجاری آمریکا همیشه در اولویت بوده و صنعت خودرو نمونه نمادین در این حوزه تلقی میشه. ترامپ معتقده که اگه کانادا بخشی از آمریکا بشه، دیگه نیازی به واردات خودرو یا اعمال تعرفه نیست
برای اینکه تولید داخلی در یک کشور واحد انجام میشه. این دیدگاه خب البته از دید اقتصاددانها یا تحلیلگران حوزه صنعت خودرو خیلی ساده انگارانه تلقی شده، اما به هر حال بخشی از استدلال ترامپ برای طرح ایده الحاق کاناداست. به نظر منتقدین صنعت خودرو صنعت یکپارچه است و زنجیره تامین صنعت خودرو در کانادا و آمریکا به قدری پیچیده است که حتی در صورت الحاق تغییرات عمده‌ای ایجاد نمیشه و این استدلالی که ترامپ مدعی اونه در حد یک بهانه برای رویاپردازی‌هایی که از گذشته در آمریکا در مورد کانادا به وجود داشته تلقی میشه. به جز این دلایلی که برشمردم، بعضیا معتقدند که طرح دوباره ایده الحاق کانادا به آمریکا از سمت ترامپ فقط در چارچوب دلایل اقتصادی یا سیاسی قابل فهم نیست و یه بخش عمده از این ماجرا برمیگرده به شخصیت جنجالی و غیر متعارف ترامپ. ترامپ بارها نشون داده که از شوخی‌های تحریک‌آمیز و اظهارات غیر منتظره به عنوان ابزار سیاسی نهایت استفاده رو کرده. اون فردی که خیلی علاقه داره در مرکز توجهات باشه و این اظهارات جنجالی به اون کمک میکنه که بتونه روایت‌های رسانه‌ای رو به خوبی کنترل کنه. مطرح کردن الحاق کانادا هم میتونه بخشی از این استراتژی باشه. ترامپ برخلاف رهبران گذشته آمریکا مثل فرانکلین روزولت که به کانادا به عنوان یک متحد استراتژیک نگاه میکرد و روابط ویژه‌ای برای اون قائل بود، یا حتی برخلاف رؤسای جمهور دهه 1840 آمریکا که به صورت جدی تلاش میکردند تا قلمرو آمریکا رو به سمت شمال و غرب گسترش بدن، فاقد تعهد به ایدئولوژی خاص مثل ایدئولوژی سرنوشت آشکاره و حرفایی هم که میزنه بیشتر جنبه فردی داره تا ملی. به هر صورت چه با این دسته از تحلیلگران موافق باشیم و چه نباشیم، اظهارات ترامپ با واکنش منفی مردم و سیاستمدارای کانادا مواجه شده. خیلی‌ها این اظهارات رو به عنوان نمادی از بی‌احترامی به استقلال کانادا تلقی می‌کنن. نظرسنجی‌ها هم نشون میده که اکثریت کانادایی‌ها به شدت مخالف هر گونه ایده الحاق با آمریکا. مردم کانادا به هویت مستقل کشورشون افتخار می‌کنن و خدمات اجتماعی و سیاست‌های فرهنگی متفاوت با آمریکا رو ارزشمند می‌دونن. حتی تو استان‌های انگلیسی زبان کانادا حس قوی ملیگرایی وجود داره. در استان کبک هم با توجه به تاریخچه خاص و فرهنگ فرانسوی زبان، مخالفت‌ها با این ایده حتی شدیدتر هم شده. سیاستمدارای کانادایی تو همه جناح‌های سیاسی از محافظه‌کار تا لیبرال همیشه رو استقلال کانادا تاکید کردند و طبیعیه که با این اظهارات ترامپ هم مخالف باشن. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا در واکنش به اظهارات ترامپ با لحن طنزآمیزی گفت: ما ترجیح میدیم به همین شکل مستقل بمونیم. That's not going to happen. Canadians are incredibly proud of being Canadian. One of the ways we define ourselves most easily is, well, we're not American. There is such a depth of pride that's حتی سیاستمدارای محافظه‌کار که گاهی به آمریکا نزدیکترن یا منتقد ترودو هم هستن، این ایده رو رد کردن و به شکل قاطع بر استقلال کشورشون تاکید کردن. حالا اما وقت اون رسیده که از خودمون بپرسیم آیا اصلاً امکان الحاق کانادا با آمریکا وجود داره؟ در بررسی این موضوع خب باید به عوامل سیاسی، حقوقی، فرهنگی و بین‌المللی توجه کنیم. این ایده هرچند از سوی سیاستمدارا یا رسانه‌ها به شکل شوخی یا جدی یا اظهار نظری جنجالی مطرح میشه، اما از دید بسیاری از تحلیلگرا امکان تحققش خیلی کمه. با این حال بد نیست که به شکل منظمی دونه دونه این امکان‌ها رو ما بررسی کنیم و ببینیم که اگر امکانش وجود نداره چرا وجود نداره و اگر داره چرا وجود داره. درسته که در گذشته بریتانیا از مزیت اقتصادی لازم برای اینکه کانادایی‌ها بخوان به اون نزدیک باشن یا تحت سلطه اون باشن برخوردار بوده، اما الان این آمریکاست که بزرگترین شریک تجاری کاناداست و بیش از 70% صادرات کانادا هم به همین کشور داره انجام میشه. بنابراین از نظر اقتصادی ممکنه بعضی استدلال کنن که ادغام کامل دو کشور هم میتونه روابط اقتصادی رو نزدیکتر کنه، همین که میتونه تجارت رو تسهیل کنه و همین که سودآوری بیشتری برای هر دو کشور داشته باشه. وضعیت دوم همپوشانی نظامی و امنیتیه. کانادا و آمریکا تو خیلی از مسائل امنیتی و نظامی همکاری نزدیکی دارن. عضویت هر دو کشور در نهادهایی مثل ناتو یا توافقنامه‌هایی مثل نوراد یا همون دفاع هوایی آمریکای شمالی
نشون میده که هماهنگی بالایی بین این دو کشور برقراره و این همپوشانی نظامی و امنیتی در سطح بالایی وجود داره. به جز همه اینها، مرز طولانی مشترک بین دو کشور از نظر جغرافیایی امکان همکاری و حتی ادغام رو آسان‌تر میکنه. برخی ممکن استدلال کنن که با توجه به جمعیت کمتر کانادا نسبت به آمریکا، الحاق میتونه بدون چالشی جدی جمعیتی یا زیرساختی محقق بشه. در مقابل این عده دیگه‌ای هستن که معتقدن که این الحاق هیچگاه اتفاق نخواهد افتاد و موانع عمده‌ای بر سر راه این ایده است. اول اینکه منشور سازمان ملل متحد اصل تمامیت ارضی کشورها رو محترم شمرده و مداخله یا تغییرهای مرزی کشورها تنها در صورت رضایت داوطلبانه و از طریق همه‌پرسی قانونی امکان پذیره. بنابراین ترامپ نمیتونه به طور یکجانبه و با زور کانادا رو ملزم به اطاعت و الحاق به خودش کنه. مسئله دیگه قانون اساسی کاناداست. یعنی قانون اساسی کانادا اصولاً اجازه این کارو نمیده. قانون اساسی کانادا تضمین میکنه که کشور به عنوان یک نظام فدرالی مستقل باقی خواهد موند. بنابراین هر گونه تغییر در حاکمیت ملی نیازمند تایید استانها، پارلمان و حتی احتمالاً همه‌پرسی ملیه که بعید اکثریت کانادایی‌ها اون رو تایید کنن. در کنار این موارد، مقاومت سیاسی داخلی کانادا رو هم باید در نظر داشته باشیم. سیاستمدارای کانادا از همه جناح‌ها به شدت به استقلال و هویت ملی کشورشون متعهدن و الحاق با آمریکا رو به معنی از دست دادن استقلال در سیاست خارجی، اقتصادی و نظامی میدونن. از نظر فرهنگی و اجتماعی هم کانادایی‌ها هویت فرهنگی و اجتماعی متفاوتی نسبت به آمریکایی‌ها دارن. کانادا از نظر ارزش‌های اجتماعی مثل خدمات درمانی عمومی، سیاست‌های مهاجرتی و قوانین کنترل اسلحه تفاوت‌های بزرگ و فاحشی با آمریکا داره. خیلی از کانادایی‌ها آمریکا رو به عنوان کشوری با سیاست‌های جنجالی و تقسیمات اجتماعی عمیق می‌بینند و از این رو تمایلی به ادغام با این کشور ندارند. همه این موارد رو با هم دیگه مرور کردیم. حالا نوبت میرسه به تأثیری که این اتفاق بر نظام بین‌المللی میذاره. از نظر برخی از تحلیلگرها، الحاق کانادا به آمریکا تعادل قدرت در جهان رو به شدت تغییر میده. چنین اتفاقی احتمالاً با واکنش شدید بریتانیا، اتحادیه اروپا، چین و سایر قدرت‌های جهانی روبرو خواهد شد. سازمان‌های بین‌المللی هم ممکنه چنین اقدامی رو محکوم کنند و فشارهای دیپلماتیک زیادی رو آمریکا و کانادا وارد بشه. بنابراین از نظر این دسته از تحلیلگرها، این ایده بیشتر به عنوان یک موضوع تاریخی و گاهی هم یک شوخی سیاسی مطرح میشه و احتمال تحقق اون تو دنیای واقعی تقریباً صفره. خب کم کم داریم به انتهای این قسمت میرسیم و اگر قرار بر نتیجه گیری باشه میتونیم بگیم با توجه به جنبه‌های مختلف حقوقی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی، تلاش‌های دونالد ترامپ برای الحاق کانادا به ایالات متحده خیلی بعید و غیر ممکن به نظر میرسه. این ایده از نظر برخی بیشتر به عنوان یک موضوع طنز یا بحث‌های نظری مطرح میشه و در عمل هیچ پایه و اساسی نداره. کانادا به عنوان یک کشور مستقل و با هویت ملی قوی به احتمال زیاد هر گونه پیشنهاد الحاق رو رد میکنه. تلاش‌های ترامپ برای الحاق کانادا به آمریکا اگرچه در گذشته به عنوان یک ایده غیر رسمی و گاه طنزآمیز مطرح شده، اما از نظر سیاسی و عملی بسیار بعید و غیر ممکن به نظر میرسه. اما جدای از این نگاه معمول، از یاد نبریم که موازنه نامتعادل قدرت در جهان و بحران‌های فزاینده‌ای که در دهه‌های اخیر شاهد اون بودیم، ما رو در برابر نظم جدیدی قرار داده که کاملا در تضاد با نظم متعارف قبلیه. با این حساب خیلی هم نمیشه با قاطعیت از ناممکن‌های حرف زد که دست کم در این سالها با تضعیف نهادهای بین‌المللی به نفع قدرت‌های بزرگ شاهدش بودیم. بنابراین اجازه بدید وقتی از ایده ترامپ حرف میزنیم به جای رد قاطعانه امکان تحقق این ایده، از مسیر سخت تحقق این ایده حرف بزنیم. خیلی ممنون که تا پایان این قسمت منو همراهی کردید. تشکر ویژه دارم از نشر سایان که با حمایت مالی از این قسمت به تهیه و انتشار اون کمک کرد. شما عزیزان هم میتونید از دو روش به این پادکست کمک کنید. از طریق سایت هامی باش و یا از طریق معرفی این پادکست به دوستانی که میدونید به موضوعات مطرح شده در این پادکست علاقه‌مندن. با تشکر دوباره از همه عزیزانی که حامی و همراه این پادکست بودن، همگیتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.